آرامی، بدن آرام میگیریم، عصب آرام میگیریم. آرامی قدرت هست. وقتی ما آرام میشویم که در بین معینه سر باشیم، هوش خدا در بین معینه سر گیرید. حس کنید پشت سر، تاری سر، پیشانه، کف دستان و پایها را. مانند که آدم در درون ماشین است و ماشین آدم را میبرد، هوش ما و شما در درون بدن ما هست. بدن خدا را حس کنید. سر دهید بدن خود را، نرم سازید، به حال خود گذارید بدن. سر میکنیم از دستان. دست چپ راست نرم و ملایم میشه. پای چپ و راست نرم و ملایم میشه. ما حس میکنیم آهسته آهسته شکم، ستون مهره، قفس سینه، شکم، عضوهای درون آنها نرم و ملایم میشه. جگر، تلخه، غدود زیر معده، روده ها، گرده ها، عضوهای جنسی، دل، شش ها، کتفان، گردن، روی، زبان، چشمان و مغز سر نرم می شود. نرمی و ملایمی بدن. آهسته آهسته وزن بدن پیدا می شود. ما حس می کنیم که وزن ما را زمین به طرف خود می کشیده است. قوه جاذبه زمین همه وقت به ما اثر دارد. امروز ما موج او را می خفیم و به امواج او پیوست می شویم و همین طور همه سیاهی و زمینی به طرف زمین می رود. درون ما کاواک می شود. آهسته آهسته حس می کنیم که نور دیگر از کیهان وارد می شود و آن با تار سر از بدن ما می گذرد و همین طور نور آفتاب به زمین پیوست شده در بدن ما آنها ملاقات می کنند. گرمی و سردی در بدن ما معتدل می شود. هر بار نفس می گیریم بدن سبک و سبک شدن می گیرد. نفس می گیریم و نفس می براریم. نفس می گیریم و نفس می براریم. اکنون نفس را ما با پیشانه می گیریم با خیال خود. سر روشن و سبک می شود. وقتی نفس می براریم همه فکرهای بیهوده سر ما را ترک می کنند. نفس به طور سر می گیریم با کف دستان، با گلو، قفس سینه، پایه ها. ما با تمامی بدن نفس می گیریم و نفس می براریم. قوه هوا در بدن ما می ماند، هوا بیرون می شود و قوه در بدن جمع شده بدن ما در نظرمان کلان می تواند. اگر شما اندک این را درازتر تکرار کنید می بینید که بدن مانند پفک وسیع می شود، سبک شدن می گیرد و ما به دنیای آرامی و سبکی و فراموشی بدن وارد می شویم. هر بار ما نفس می گیریم بدن سبکتر و سبکتر شده. هر بار نفس می براریم بدن تازه می شود. وقتی که ما بدن از این حالت می خیزانیم بدن سبک و بی درد است. گویا که باری وزمینی را بدن پرتافته باشد. قالب هایی که او را احاطه می کردن شکستند. زنجیرهای بسته قفس سینه را سر دادند. کنده شدند. نافی رفته جای خود را گرفت. دلی افتاده جایش گرفت. گلو تازه شد. خفگی برفت. ما در سر دل مهر و در شکم دلیری و شجاعی حس میکنیم. برکت در دستان و استواری در پای، رشق در ستون مهره و جمال در روی، بینایی چشمان و شنوایی خوب گوشان. چهره ما با تبسم و معینه ما آرام است چون که ما پیش نظر را تازه کردن میگیریم. اول یک رنگ را پیش نظر میارید. آن رنگ بگذار کبود باشد. کبوتی آسمان، سبزی سبززاران، گل و گلزار، آدمان مهربانی که در آن سیر و گشت دارند.
ما خودمون رو در یک جای عجیبی میبینیم. هر یک رنگ به طبیعت زیبایی مبدل میشود. ما دوره های کودکی خود صحتی بی‌پروایی خود را به یاد میاریم. مینه را هر چی که در آب صورت بدهی، مینه همین خیل را قبول میکند. چیزهای زیبا، واقعه های خوش، دوره های نیکی که شما گذرانده اید، مینه را آرام میکنند. داروهای بی درد کننده، داروهایی که وقت را خوش میکنند، عقل را روشن میکنند، حاصل میشوند. یکی از کلمه های زیبا را که بگذار این قوت باشد، بگذار زیبایی باشد، بگذار سالمی باشد، بگذار صلح باشد، تنجی و امنیت باشد، تکرار کنید. میتوانید تکرار کنید. باوری، مهر، صحتی، قدرت، امکانات. چون اینها را شما تکرار میکنید، معنی آنها را قبول میکند. و این نام ها در اسماء الحسنا هم هستند. شما میتوانید اسماء الحسنا را استفاده برید و میتوانید کلمه ها را جداگانه بگویید. اثرشان به معنی میرسد. روان را کلمه های بزرگ اثر میرسانند، روح را اسماء الحسنا. اکنون احسان میکنیم آن کلمه ای که ما تکرار کردیم، آن کلمه ای که ما در زبان دل تکرار کردیم، نیروی او را، مندرجه او را، روح او را حس میکنیم. بگذار این مهر باشد. ما مهر حس میکنیم. سلامتی ما سلامتی میگیریم، قوت با قوت میگیریم، باوری میگیریم. بخشش میتوانیم بخشیدن. امید. اکنون ما میدونیم که فقط چیزهای خوب و کارهای خوب در زندگی ما را انتظارند. ما دائم انتظار کار خوب هستیم. از تقدیر فقط خوبی را انتظاریم. و پیش نظر بسازید آن چی میخواهید. زندگی خود را، صحتی خود را، بخت خود را در پیش نظر بسازید. و آن را از زبان دل به کیهان، به شعور کیهان برسانید. یعنی به زبان تکرار کنید همان چیزی که پیش نظر آوردید. شعور کیهان جواب میدهد. آواز ما نقش شنیده می شود. ما حس کردیم که سخنی که در قلب گفتیم به جای در کاری رسید. اکنون انتظاری اجرای آن میشه. هر روز میبینیم، هر روز عملهایی میکنیم که به این مقصد خود برسیم و باوری داریم که روزی میشود انشای خدا میرسیم. روح و روان ما و شما تازه، نوری عجیبی، انرژی عجیبی، نیروی عجیبی از کیهان از بدن ما گذشت. ما را خبر آوردن که دعای شما شنیده شد. هر بیگاه بعد شام این سکوت را، این مشق روانی را تکرار میکنید. هر وقت خواهید تکرار میکنید و میبینید که روز تا روز در شما علامت‌های صحتی و خوشبختی، سالمی، قدرت، علامت‌هایی که امکانات‌های شما را زیاد میکنند، آن چیزهایی که شما را زندگیتان با کلی عوض میکنند. حتی مردم میگن که شما دگرگون شده اید و شما منفعت زیادی میارید به خودتان، به نزدیکانتان، به وطنتان.
صحتی مردم بویگری ملت است. سخن بزرگ است از پیشوای ملت. صحت شوی ما و شما معنویتی زیاد است. از باطن عوض شدن این همان عباره بزرگی است که در کتاب مقدس نوشته شده است. تا مردم عوض نشوند خداوند آنها را عوض نمی کند. از باطن عوض شوید، در فکر، در پیش نظر، در عمل، در نیت ها عوض شوید تا که تقدیر نیک نصیب ما باشد. مادامان خیر خواهیم و میخواهیم که دیگران هم چنین چیزها را بدانند و بتوانند. مردم رو به صحتی و سالمی دعوت میکنیم که صحت باشند، سالم باشند، عملهای نیک کنند، مسئولیت خود را به دوش بگیرند و کارهایی کنند که زندگی آنها را بهتر و خوبتر سازد. خوشا بر حال کسی که عوض می شود. سبک و روشن، دم گرفته، آزاد، آرام، با تن بی درد، وقت خوش، دنیای زیبا و رنگین، مردم مهربان، امکانات‌های وسیع، بخشش کلان، مهر و محبت، دیدن علامت‌های صحتی و دست کمک همه وقت دراز کردن و کسانی که امکان دارید و خیرخواه و مهنت دوست بودن و وطن خود را آباد کردن. چشمان خود را می‌گشایید. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک روشن، دم گرفته، صحت و سالم.